سال 1995 در پارک یلوستون آمریکا مسئولان برای نجات اکوسیستم پارک که در حال نابودی کامل بود تصمیم عجیبی گرفتند. آنها 14 گرگ را در پارک رها کردند، اما کسی انتظار معجزه‌ای که گرگ‌ها با خود آورده‌اند را نداشت. بعد از ورود گرگ‌ها، گوزن‌ها فاصله خود را با مناطق تحت سیطره گرگ‌ها حفظ کردند. نبود گوزن‌ها امکان دوباره رشد گیاهان را فراهم آورد. درختان مختلف شروع به قد کشیدن و رشد کردند. با رشد بوته‌ها و درختان جمعیت حشرات هم زیاد شد. بر اثر رشد گیاهان و زیاد شدن خوراکی‌ها پرندگان به این پارک بازگشتند. سگ‌های آبی که این منطقه را ترک کرده بودند برگشتند. گرگ‌ها شغال‌ها را کشتند و در نتیجه جمعیت خرگوش‌ها و موش‌ها افزایش پیدا کرد و این باعث شد روباها، پرندگان شکاری، گورکن‌ها و سمورها به پارک برگردند. جمعیت عقاب‌ها هم افزایش پیدا کرده بود. با برقراری توازن میان شکارچی و شکار، امکان رشد و بقای دیگر موجودات هم ممکن شد. با شروع رشد پوشش گیاهی